چطوری توی ماینکرافتتون اسکین، ماد، مپ، ادانس یا هر چیز دیگه ای که خاصی رو برای ماینکرافتتون اضافه کنید. شما اول نیاز به برنامه مستر ماینکرافت دارید که الان براتون بله نیاز به این برنامه. وقتی رفتیم توی برنامه یکم براتون لودینگ هر تبلیغ و اولش اینا رو میاره که اینا عادیه، بعد دیلی ریوارد اینا همه رو بگیرین چون اینا نیازتون میشه. اینا رو که گرفتین حالا اینا بکنن. اینجا تو این بخش که همه داره اسکین، من میخوام اول براتون اسکین بگم. اسکین ما مثلا میخوایم اسکین یه ویلیجر رو بگیریم، یه ویلیجر حالا اون ویدیو رو دیدیم، اون ادش رو دیدیم. حالا این استایل اسکین رو میزنین سیو تو ماینکرافت. دو تا گزینه داره، سیو تو گالری و سیو تو ماینکرافت. شما باید سیو تو ماینکرافت رو بزنید چون اگه تو گالری بزنید یه عکس عجیب و غریب مثل طرز ساختنش انگار بهتون نشون میده. حالا که داریم رفتیم تو ماینکرافت اون بالا رو اگه نگاه کنید نوشته ایمپورت استارتر و وقتی که اون نوشته براتون اومد میرید رو درسینگ روم و سعی میکنید که این یکم لود شه عادیه و میایید توی این گزینه سوم. حالا اینو که زدین میایم پایین این اسکین شما، اینو اکویپ میزنید و تمام شد. الان شما این اسکین رو دارید. حالا میخوام بهتون یاد بدم که چطوری ماد بیارید. ما دوباره اومدیم توی همون برنامه مسیجر. الان شما ادان رو میزنین. اینجا هر چیزی که مثلا هر مادی که بخواین داره. من الان یه مادی که میشناسم و ماد مثلا ماشینا هم نشد، مثلا چه میدونم زومبی کرسیس اینا میزنم اینو زومبی کرسیس و آن از ویدیو رو دوباره این استار رو میزنیم. حالا بزنید دانلود شه و خودش میره تو ماینکرافت. حالا سب میکنین تا دوباره اون ایمپورت استارتر رو بیاره. اگه نیمپورت یعنی برای نیومده یا مثلا ماده اشتباهی ماده براتون خرابه این کار. حالا سب میکنین که اگه اون بالا اومد یعنی ماده درست. خب الان بر ما ایمپورت استارتر اومد. میرین توی بخش پلی، میرین توی کریت نیو که ورلدی که داریم میسازیم، میرین توی این کریت نیو ورلد رو میزنین و میرین این پایین ریسورس پک رو زدیم، مای پک رو میزنین و الان این صدا مادی که مادی که ریختین رو براتون میاره. الان بر من فکر کنم چون خراب بود چی شو بود ولی نه. حالا ما یه ماد دیگه مثلا براش بگیم چون مادا رو از قبل داشتم الان اومد. الان میریم بیرون و دوباره میریم توش، دوباره کرید نیو ورلد تپ میکنیم تا بیاد و میریم تو ریسورس پک رو میزنیم مای پکس. مثل اینکه نه، مثل اینکه مای خراب. ما یه چیز دیگر میزنیم، ما اینو میزنیم که نمیدونم چیه. بعد اد پک آن وی رو زنیم. حالا بریم تو بخش اکتیوا. حتما این مادی که ریختیم رو اکتیو کردیم. بعد ببینیم تو این بخش این اکتیو باز اگه نبود یعنی نکردیم دوباره بزنید روش اکتیو شه. روی کریت رو بزنین و سب کنین تا ورلدتون ساخته شه. خب ما الان اون مادی که ریختیم از قبل داشتیم الان آوردم توی بازی. الان یوز آیتم رو میزنین و این دو تا گزینه داریم، سیکرت بلاک، سیکرت دور یعنی دراش و سیکرت بلاک یعنی بلاک های مثلا مخفی. حالا ما میخوایم یوز آیتم مثل سیکرت دور میاریم. حالا میای این دو وقتی زدین میایم بیرون. اوکی میای اینجا توی این بخش. حالا بذاریم من کریتیو کنم براتون بهتون توضیح بدم. من کریتیو کردم و میخوام بهتون توضیح بدم. حالا میایین
توی این بخش منوها گزینه دوم رو میزنین و میارین پایین. این پایین دوتا بلاک داره که بلاک میشه گفت نیست بس در روزی مخفیش. حالا ما هر دوتا رو میگیریم، اینو میذاریم، اینو که زدیم این چسته. یعنی چطوریه؟ ما همین اوپن رو میذاریم اسلاید رایت، بعد چست روش میخوام بکنیم اندر چست و الان بریم جلوش اینو بزنیم میره کنار و ما میتونیم بریم توش. حالا شما اینجا یه خونه بسازین که ساختین خودش بشه یه در براتون. حالا اون یکی رو میخوام بهتون نشون بدم. اون یکی اینطوریه، یعنی در انگار در مخفی واقعا. من اینجا زیاد جای مناسبی نیست اینجا میذارم. این در من میخوام با گرس بلاک توشون بدم، نه مثلا با بوکشل و دور اسلاید راستانبیل رو میزنیم و میریم جلوش، اینو میزنیم و خودش باز میشه. این بود از ادانزش. بریم سراغ مپ. بچه ما الان اومدیم دوباره توی همون برنامه اصلی که ما داریم میریم توش. شما الان میخوایم مپ مثلا میریم توی این گزینه مپ داره. من بخوام مثلا مپ اسپید گیم بیارم، حالا سرچ میکنم اسپید گیم. بچه من اسپید گیم رو سرچ کردیم و الان برامون مپش رو آورد. بچه اینم بهتون بگم این یکی که سکهیه شما باید با فیلم دیدن یه بخشی از تو همون سکا انقدر فیلم ببینین که درنتون سیوز شه میتونیم بعدش اینو بخریم و من خودم یه بار اینو گرفتم و واقعا مپ بالیه. حتما برین اینم نشت بکنیم. حالا من میخوام یه دونه انتخاب کنم. من مثلا میخوام اسپید گیم گرس پیجش رو انتخاب کنم. آنلاین پر از ویدیو این زیاد ویدیو نمیخواد. حالا توی ماینکرافت رو میزنیم، اینستال رو زدیم بعد میریم توی ماینکرافت. حالا سر میکنیم که ماینکرافت رو بیاد. راستی اینم بهتون بگم که دوباره برای همین مپ هم بعد اون بالا ایمپورت استارتد رو بیاره. یعنی اگه نیاورد یعنی خرابه، یعنی مثل اون ادان هایی که من میریزم خرابه. بود ایمپورت استارتد رو برای بود یا همون مپمون خیلی آسونه. همین بخش پلی رو بزنید خودش براتون همین تو بخش ولدامون میاره. حالا وقتی که زدین روش خودشون چند تا گزینه داره، اونا رو بزنین. حالا صبر کنین که ولد بریم توی همین مپ. حالا صبر کنیم تا بیاد. بچه الان برما آورد نکنید. اینجا توی اتاق هستیم. خودم این ماد رو یه بار استفاده کردم واقعا ماد. اینجا اینو میزنید استفاده میزنید و الان شما میرین توی گلافیجه. شما اینجا تایم دارون پایین و این با این میتونید مثلا ببینید که آیا اون شیشه خرابه، یعنی شیشه درستیه یا شیشه اشتباهه. ما حالا میپریم روی یه کدوم شانسی. خب مردیم راحت مردیم. وقتی میبینیم میریم توی اتاق کوچیک و اینجا شیشه میتره که مثل آخر بازی. البته اینجا وقتی میمیرین اینطوری میشه و میتونید آنلاین هم با دوستاتون بازی کنید. این بود از ماد و مپ و اسکینایی که من براتون آوردم و میخواستم بگم که دکمه لایک و ساب فراموشتون نشه.